توی این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم که چرا باید ایتالیا رو واسه تحصیل انتخاب کنم. در واقع میخوایم ایتالیا رو از این نظر بررسی کنیم که چرا مقصد مناسبی واسه مهاجرت ما ایرانی‌ها تلقی میشه. ایتالیا یکی از کشورهای حوزه شینگنه. اعتبار پاسپورت ایتالیا توی 5 تای اول دنیاه. یعنی شما اگر پاسپورت ایتالیا رو بگیری، بعد از گرفتن اقامت میتونی به بیش از 170 تا کشور دنیا بدون نیاز به ویزای اون کشور را سفر کنی. در مورد ایتالیا میگن اقتصاد ضعیفی داره، ولی واقعیت اینطوری نیستش. تو خیلی از رنکینگ ها و رتبه بندی ها ایتالیا 8مین اقتصاد برتر دنیاه و همونطور که میدونی خیلی از کارخونه های بزرگ ماشین سازی، خیلی از صنایع معروف به خصوص توی مد و فشن توی ایتالیا و توی شهر میلان واقع شدن. ایتالیا به یک دلیل مقصد مهاجرتی خیلی محبوبی برای تحصیل ما ایرانی‌ها حساب میشه. اون دلیل هم بورسیه استانی یا بورسیه DSU که به ما ایرانی‌ها پرداخت میکنه. ایتالیا اگر بتونی توش بورسیه بگیری، تحصیلت رو رایگان میکنه و هزینه زندگی رو تا سقف سالانه 8000 یورو بهت پرداخت میکنه. در مورد بورسیه، اینکه چرا بورسیه میدن، بر چه اساس بورسیه میدن، کامل توضیح میدم. فعلا بریم سراغ مقاطعی که میتونیم تو ایتالیا اپلای کنیم و درس. ایتالیا 4 تا مقطع رو در واقع در موردش صحبت میکنیم. 1. اپلای برای رشته‌های پزشکی، دندون پزشکی و داروسازی. اپلای برای مقطع کارشناسی. اپلای برای مقطع کارشناسی ارشد و بعد هم اپلای برای مقطع دکترا. اول مقطع کارشناسی رو توی ایتالیا بررسی میکنیم. اکثر رشته‌ها توی کارشناسی به زبان ایتالیایی ارائه میشه که باید مدرک B2 ایتالیایی واسه گرفتن پذیرش از دانشگاه نشون بدی. ولی یه سری از رشته‌ها هم هستن که به زبان انگلیسی ارائه میشن، مثل اکثر رشته‌های مدیریت، حقوق، مهندسی مکانیک، معماری و غیره. اینا رو میتونیم فقط با داشتن یه آیلتس 6 تا تافل 78 پذیرش بگیریم. بعضی از این رشته‌ها نیاز به آزمون ورودی دارن. اسم آزمون تولک انواع مختلفی داره و آنلاینه. خیلی راحت میتونی توی خونم بشینی و امتحان تولک رو بدی. خیلی خیلی راحته و راحت میتونی توش قبول بشی و بعدش هم پذیرش بگیری. دندون پزشکی و پزشکی هم به ایتالیایی هم به انگلیسیه. خواستی ایتالیایی امتحان بدی، باید تو آزمون ورودی آلفا تست شرکت کنی. اگر خواستی به انگلیسی امتحان بدی و در واقع وارد خوندن پزشکی به زبان انگلیسی بشی، باید آیمت رو امتحان بدی. آیمت هم به نسبت کنکور ایران خیلی ساده تره. سالی 1 بار برگزار میشه. توی ایران برگزار نمیشه. بچه‌ها عمدتا ترکیه رو انتخاب میکنن و معمولا توی مهر ماه یا شهریور ماه برگزار میشه. برای خوندن فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد اکثر رشته‌ها رو به انگلیسی میتونی انتخاب کنی. میری توی ایتالیا 2 سال درس میخونی، بعدش 1 سال بهت ویزای در واقع جستجوی کار میدن. البته اول یه تاریخ 6 ماهه بهت میدن و بعد از 6 ماه میتونی تمدیدش کنی. کار کردی، بعد از چند سال میتونی اقامت رو بگیری. بهت میگم چطوری میتونی اقامت رو بگیری در آخر ویدیو. ولی اکثر رشته‌ها تو مقطع کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی ارائه میشه. بعضی‌هاشون واسه گرفتن پذیرش مدرک زبان نیاز ندارن و میتونی به سفارت مدرک زبانت رو ارائه بدی. برای سفارت باید آیلتس 6 داشته باشه یا بازم تافل 78 و اینکه شهریت رایگان میشه. بورسیه کامل هم دریافت میکنی که تو قسمت DSU یا بورس استانی برات کامل تو. این نکته رو اضافه کنم که اکثر دانشگاه ایتالیا رنکینگ جهانیشون یا رتبهشون توی دنیا رتبه خیلی خوبیه. مثلا بولونیا قدیمی ترین دانشگاه دنیا یا پلی‌تکنیک میلان 99% از فارغ التحصیلاش یا دکترا میخونن یا تو پوزیشن‌های شغلی خوب سر کار میرن. پس ایتالیا بهترین دانشگاه‌ها رو هم داره. خوندن مقطع دکترا توی ایتالیا معمولا همراه با بورسیه است. حالا یا میتونی بورسیه استانی رو بگیری یا حتی بورسیه‌های مریت، شایستگی که بر اساس رزومه بهت میدن. دکترا توی ایتالیا یا 3 ساله یا 4 ساله و برای پیدا کردن یک پوزیشن خوب باید به استادا ایمیل بزنی یا از طریق دانشگاه‌ها، سایت دانشگاه PhD کال تعریف میکنن، برای اونا درخواست بدی. رزومت اگر معمولیه، با داشتن یک پروپوزال خوب که واسه گرفتن دکترا تو ایتالیا امتیاز خیلی بالایی داره، میتونی از دکترا بورسیه بگیری توی ایتالیا. و اما بخش جذاب ایتالیا بورسیه استانی یا همون DSU. ببینید توی ایتالیا شما میتونید بر اساس مدارک مالی
و نه بر اساس معدل، نه بر اساس سن، نه بر اساس نمره زبان، فقط و فقط بر اساس 2 تا پارامتر فیش حقوقی و اجاره نامه یا سند خونه بورسیه بگیرین. خب حساب کتاب کردیم دیدیم شما اگر متراژ خونت هولوش 300 متر باشه ماکسیموم و فیش حقوقی بین 20 تا 30 میلیون باشه بورسیه به تعلق میگیره. کمتر از اون باشه خیال راحته، بیشتر از اون باشی هم میتونی بورسیه رو بگیری، پس ناامید نباش. ایتالیا میاد بر اساس مدارک مالی بهت بورسیه میده. معیار بورسیه چیه؟ یه عدد ایزه هست. عدد ایزه میگه که شما باید بیای متراژ خونه یا اگر اجاره نامه داشته باشی کلا پارامتر خونه واسه 0 میشه. متراژ خونه رو در نظر بگیری، درآمد سالیانه سرپرست خانوادت رو هم در نظر بگیری، تقسیم بر تعداد افرادی کنی که سرپرست شما سرپرستشون رو بر عهده داره. اگر بتونی بورسیه بگیری، یعنی اگر عدد ایزد واسه اداره بورس استانی قابل قبول باشه، میتونی نه تنها شهریه به دانشگاهش پرداخت نکنی، بلکه تا سقف 8000 یورو هم بورسیه بگیری سالانه. توی 2 قسط هم معمولا بهت میدن. حالا پس تحصیل توی ایتالیا برای منی که بورسیه ندارم باید 3000 یورو شهریه بدم. برای تویی که بورسیه میگیری تقریبا هم تضمینیه، هیچ شهریه پرداخت نمیکنی. منی که بورسیه ندارم هزینه زندگیم رو باید خودم در بیارم، یا باید از ایران ببرم یا باید 20 ساعت در هفته کار کنم. ولی تویی که بورسیه داری میتونی هزینه زندگیت رو 2 تا 4000 یورو در سال از ایتالیا دریافت کنی. در مورد اینکه این هزینه کافیه یا نه بستگی به شهر و سبک زندگیت داره. توی همین کانال یوتیوبمون ما قبلا ویدیوهایی رو گذاشتیم با بچهای ایتالیا. یکی از ویدیوهامون با حمیدرضا یوسفی و علی زرعی توی کانال سرچ کنی برات میاره. در مورد هزینه‌های زندگی توی تورین ایتالیا هست و یکی از ویدیوهای دیگه‌مون هم با خانم آیلر جلیله بازم در مورد ایتالیا کامل صحبت کردیم. بچه‌هایی که باهاشون صحبت کردیم، بچه‌هایی که تو این سال‌ها در واقع ویزاشون رو گرفتیم، وقتی باشون هم صحبت میشیم ادعا میکنن که توی تورین، پادووا، شهرهای کوچیک‌تر، جنوا با بورسیه استانی میتونن زندگی کنن و تو شهرهای مثل میلان، روم و بولونیا باید یک مبلغی رو حداقل با خودشون ببرن. ما توصیه میکنیم برای پروسه ایتالیا شما باید 4000 یورو پول داشته باشین، یعنی با یه چیزی هولوش 300 تا 400 میلیون تومان میتونی وارد ایتالیا بشی، 2 سال درس بخونی، بعدش بهت ویزای کار 1 ساله میده و بعدش هم اگر که یک کار خوب پیدا کنی میتونی ویزات رو تبدیل به کاری کنی. ویزای کاری تا 5 سال میتونه ادامه داشته باشه. پس برای گرفتن بورسیه نه محدودیت سنی داری، نه محدودیت معدل داری، نه محدودیت نمره زبان. اگر متأهل باشی میتونی با خانم 2 تا 8000 یورو دریافت کنی که یک زندگی ایدئال رو واسه توی ایتالیا به ارمغان میاره. پس میتونی با معدل 12 هم توی ایتالیا پذیرش بگیری، سالی 8000 یورو بورسیه بگیری، یعنی تقریبا سالی 600 میلیون به نفعت میشه و بعدش هم 1 سال توی اروپا دنبال کار بگردی تا بتونی اقامت بگیری. اگر خواستی تو خود ایتالیا اقامت بگیری باید 5 سال تو خاک ایتالیا حضور داشته باشی، البته نه حضور مداوم، و 2 سال آخر رو کار کنی. این هم از شرط اقامت گرفت. این نکته‌ای که میگم رو هیچ جا نمیتونی پیدا کنی. اگر میخوای واسه ایتالیا اقدام کنی حواست به دانشگاه‌های خیلی خوبش مثل بولونیا، ساپینزا توی روم و پلی‌تکنیک میلان باشه. چون اگر از این 3 تا دانشگاه فارغ التحصیل بشی یا هر دانشگاه دیگه‌ای که توی دنیا رتبه‌اش زیر 200 به جداگونه ایتالیا 1.5 سال ویزای جستجوی کار کشور هلند رو هم میده که با این ویزای جستجوی کار 1.5 سال فرصت داری توی هلند دنبال کار بگردی. هلند یک کشوریه که انگلیسی زبان انگلیسی توش خیلی رایجه. کار پیدا میکنی و اقامت هلند رو میگیری که یک کشور خیلی خیلی خوب محسوب میشه. تلاشمون رو انجام دادیم تا در مورد ایتالیا خیلی مختصر ولی مفید توضیح بدیم. اگر سوالی داری برامون کامنت بذار یا اگر نیاز به مشاوره داری با شماره‌های تماس مؤسسه که زیرنویس میشن تماس بگیرید.